اینجا چیکار میکنی؟ میخوام شکایت کنم از کی؟ از اونی که عدالت رو گذاشت روی جامعه و گفت ما همه برابر هستیم با هم. لکی نگاه نکن، لطفاً به بغل سیم بگیم منو اینطور نگاه نکنی و نخندی. لکی بهم نگاه نکن تا برمیگردم رو تو بر نگردی. جناب قاضی نشست رو برون، گفتم تو امید پسری که هست بیرون برای یک لقمه نون. جناب قاضی کمک کن منو به یه قتل متهم کن تا که نبینم صحنه اونو پسر ناز و خوبو. بستم چشای پر خونو، خستم از اهداف دور و دورو. انقدر پول نداشتم، انقدر دل نداشتم، به خودم میگفتم برنده میشم یک روز. هنوز که بر زمینه چشای بسکینه دارم از این جامعه، خستم از این فاجعه.